آیا من به عنوان یک آدم عادی باید به این موضوع فکر کنم که انسان آزاده یا مجبوره؟ من با اندیشه اختیار و آزادی به عنوان یک عامل علی در سازمان روانی انسان‌ها مخالفم. من معتقدم ما چنین چیزی در سازمان روانی آدم‌ها نداریم. مفهوم اختیار صفت رفتارهای ماست که بر مبنای درجه رضایتمون از رفتارهامون تعریف میشه. یعنی وقتی من یک انتخابی دارم و از اون انتخابم احساس رضایت میکنم، اونجا احساس آزادی میکنم. آزادی یک احساسه. آزادی برساخت کنش و واکنش نیروهایی که داره رو رفتار من اثر میذاره. اگر این برساخت در من احساس رضایت ایجاد بکنه، من احساس اختیار میکنم. انسان تنها موجودی است که میتونه خودآگاه بشه و در سایه خودآگاهی من یک موجودی میشم آزاد از تمام اون نیروهایی که رو من داره اثر میذاره. کی گفته آگاهی همیشه مولد آزادیه؟ خیلی از اوقات آگاهی مولد اضطراره. جامعه شما رو به عنوان یک آدم آزاد و مسئول تربیت میکنه و میگه اگر بر مبنای این آزادی و مسئولیت عمل نکنی، پاتو چپ بذاری، پدرتو در میاره. پس اتفاقا این چیزی که ما اسمش رو میذاریم احساس آزادی و اختیار، خیلی ازش دفاع میکنیم، همون چیزیه که ضامن تداوم نظم جامعه است.